شما چند سالتونه؟ یکم پایینم 18. حالا یکم؟ فردا باید بری مدرسه. من نه. یعنی مدرسه تمام کردی؟ نه. بله نه. بگو دگرباو هستی. من پسرای دگرباو خوشم میاد. من پسرای دگرباو خوشم میاد. شما دگرباو هستی. چی شده؟ پاشو دور صندلی بچرخ همین الان. شش سلطان نباشه بهتر. خب دیگه بیشتر خودت بگو. بگو منم کلا تو فاز ماکان بند و بهنام بانی و اینا. منم کلا تو فاز ماکانبند و بهنامبانی و اینا. مکان بند. مکامل مگه چشه؟ Hey guys, it's Winnie and you're watching his YouTube channel. Let's go. خب دوستان به برنامه نخ خوش اومدید با میزبانی وینی و دیانا. چطوری؟ من زیاد مهم نیستم، پسر مهمه. چطور درسته. خب آقا توضیح برنامه اینطوریه که ما قراره نخ این برنامه رو بدیم دست میترا و قراره 5 تا پسر فقط 5 دقیقه بیشتر تایم ندارن که با سوژه دختر ما صحبت کنن. فقط با سوژه دختر تکی بدون دخالت کسی. ما هم مخصوصاً قراره کرم خودمون رو بریزیم. نه کاری نداریم، مشکل نداریم. آره کاری نداریم. و اگه میترا اوکی باشه و دوست داشته باشه میتونه تایمش رو 2 برابر کنه و ساعت شنی و 5 دقیقه رو 10 دقیقه کنه. آماده ای؟ بله. بریم؟ سایان خوبی؟ شما خوبیه؟ قربونت. اسمت چیه؟ چی کاری؟ اصلا نمیشناسم. تو کی هستی؟ دیانا. فعالیت هم بگم. A girl. I'm a girl. من زنم. توی اینستاگرام فعالیت زیاد جدی ندارم ولی خب شغل اصلی تو فعالم. بگو. شغل اصلیم طله‌سازیه و باشه کاری نداری فعلا؟ با بچه‌ها کار دارم، با تو کار ندارم. ای وای قرار کرم بریزیم؟ نه فقط در دگرباوشون کن. دگرباو. خدا خدا. سلام، رسیدیم به سوژه دخترمون. خوبی؟ چطوری؟ عالی مرسی. خودتو معرفی میکنی؟ یه معرفی خیلی کوتاه. من میترا هستم. تکنسین کاشت موام. 26 سالمه و کام کافی باشه. درسته؟ درسته. چه حسی داری و فکر میکنی چه قرار پیش بیاد؟ حسم که فکر می‌کنم فام باشه، باحال باشه. فکر کنم خیلی همیشه خوب شه. مطمئنی قرار باحال بشه با اذیت کردن من و دیانا؟ باید باحال بشه. جالب باید باشه. ببین میخوام هر چیزی که دیانا گفت رو انجام بدی. اوکی؟ سعی میکنم بگنجونم. اوکی. اونجایی که میتونم سعیم. مرسی. بریم. ولی پسرا نمیدونن. بریم ببینیم که چی در انتظارشون هست. امیدوارم شوکه نشن. خدافظ. سلام، خوبی؟ سلام مرسی. تو خوبی؟ قربونت. میشه خودتو معرفی کنی؟ حمید رضا لاوردی هستم. 26 سالمه. تو کار مدلینگم و همین دیگه. چیز دیگه ای نیستش بخوای کنی. چیز دیگه ای که بریم ببینیم که ببینیم حالا چی میشه دیگه. امروز چه برنامه‌ایه؟ قربونت. سلام علیکم. یه لحظه. اونو بچرخون اصلا. نه اونجوری نیست ببخشید. ببین همینجوریش. درسته. خب آره همینه. خب شروع شد. سلام. سلام. خوبی شما؟ بله. اسم شما رو میتونم بپرسم؟ میترا. میترا. بله. من حمید رضا هستم. خوشبختم خوشبختم. ازشون. چند سالتونه؟ 26. 26. اصلا بهتون نمیخواد. ماشاءالله. فکر کردم 20 21 باشید. ممنون مرسی. شما چند سالتونه؟ من 26 سالم. همسنی؟ آره. بیشتر میخوره. بیشتر میخوره. من پیر شدم، کار کردم. خب خوبه کار. پسر باید کار کنه اصلا. اوکیه. خیلی کار کشیدم از خودم. پسر باید کار کنه. آره من دیگه. خیلی کار کشیدم. بگو مثلا چه کاری از خودتون کشیدین؟ چه کاری از خودتون کشیدین؟ همه کار دیگه. چی کار؟ زندگی خرج داره دیگه. چی کار؟
کار در مورد کار زندگی بوده، پول در آوردن. آره چون تنها زندگی میکنم. مافیایی نمیگی چیکار میکنی؟ مافیا نه مافیا نیست. بگو ولی قیافت میخوره. ولی قیافت میخوره. ولی میخوری. آره یه خورده دست داریم. شغلتون چیه؟ شغلم هم مدلم، همین که اسکاتینگ تالنت مدل پیدا میکنم و اینکه دلالی هم میکنم. من خیلی دلالی دوست دارم واقعا. خوشم میاد پسر که دلالی کنه. پسر باید زرنگ بشه. آره دیگه الان پول تو دلالیه. واقعا. یه انجام میدیم. دلالی هم اوکی هم خوشم. شما کارتون چیه؟ 3 دقیقه مونده. آره دیگه خیلی زود داره میگذره. اوکیه. بیشترش میکنم مشکل نداره. شما کارتون چیه؟ من تکنسین کاشتمو هم. باریکلا. مرسی. خیلی وقت دنباله خیلی وقت چی؟ دنبال یه تکنسین بودم. ما هم داره میریز آخه. آره فعلا البته به مرحله کاشت فعلا با دارو میتونیم درمانش کنیم. خب حالا بعداً در مورد هم صحبت کنیم. خب بعدن که حالا باید ببینیم 5 دقیقه رو چه می‌کنیم. 5 دقیقه رو والا من زیاد بلد نیستم صحبت کنم. لفظ بازی بلد نیستم. آره همینیم دیگه هستیم اومدیم خدمت شما ببینیم چه خبره. بگو ولی به قیافت میخوره خیلی بلد باشی. خیلی به قیافت میخوره خیلی بلد باشی. قیافم غلط اندازه. موش بخوره تو. بگو موش بخوره تو رو. اصالتا کجایی هستی؟ من ترکم. یاشاسون ترکی کجا؟ زنجان و تبریز دیگه. یا خوبا منم زنجانم. باریکلا. کجای زنجان؟ اگر آن یار زنجانی به دست آرد دل ما را حافظ. خب پس به خال هندو که نداری؟ خال دارم. سمرقند این وره. آره ستایی. سمرقند و بخارا رو هم میبخشم. خب پس حل دیگه کارمون جور شد. کلا اوکی تو حل همه چی. آره من کلا آدم بسازیم. میسازم همه چی. خب آره چشات لنزه؟ بله. بهت میاد. قشنگه. آره من خیلی میاد. آفرین. چشای شما چی؟ چشای من نه خوش. من زنجانی آبی تا حالا ندیده بودم. میکسه دیگه میگم. آها تبریز هم هستی. میکسه. خب اوکی من به شما یه تایم دیگه میدم. دم شما گرم. حالا شد دیگه. آها. خب شما کجا زندگی میکنی؟ من تهران به دنیا اومدم. تهران زندگی میکنم. تهران کار میکنم. کاراکتر جدی دارم ولی شوخی هم بلدم. به شوخی هم میخندم. شوخی کن. منم کاراکتر جدی دارم ولی کلا یه آدم دیگه. یه آدم دیگه؟ آره. آی. برعکس فیس و استایلم کلا. یعنی 2 قطبی هستین شما؟ 2 قطبی نیستم. یعنی خب فیس هم جدیه ولی خب من درونی آدم خیلی شاد و مفرح و خوشحالی هستم. خاکیه. اینو بروز میدی یا نه؟ آره. احساس اگه خوشت اومده موهاتو درست کن ازش. اگه تایپت موهاتو درست کن. درست. ماشاءالله. دگرباو. دگر. از چه تایپ دختری خوشت میاد؟ تایپم جلوم نشست. درسته. آره. بعد خب از خودت بگو حرف بزن. تو قراره من تحت تاثیر قرار آره. بدی. من خیلی که قرار سخت شد دیگه. من تا حالا کسی تحت تاثیر قرار ندادم. تا حالا دیت نرفته یهو اومدین آره اینجا دیگه. مستقیم. آره اومدی دیگه زن رو بگیری ببری. زنو سخت اصلا شما شد. جدی نیست؟ چرا؟ به من گفتن خواستگاری مجلس. واقعا آقا من میخوام برم. نه جدی واقعاً از بستگی داره دیگه. بستگی داره شما ببینم مثلا تایپتون چجوریه. به تایپ من میخوره نمیخوره. من تایپم به شما میخوره نمیخوره. ازدواج مسئله پیچیده‌ایه. ولی خب 50% داشته باشین. قصد شما خیلی وقت دارم. بچه‌ها میدونن. آره. من چند سالیش قصد شدم ولی پیدا نمیکنم. حالا تا که ایران نبودم. اینجا پیدا کنیم. چشم آره باز پیدا نکردی. برگشتم ایران پیدا کنم دیگه. اونور پیدا نکردم. کجا بودی؟ من هند بودم. بعد دبی بودم. دبی خیلی مدت کمی بود ولی بیشتر هند بودم. آسیای شرقی میچرخیدم. ولی یه 8 ماه اومدم ایران که دیگه اگه بشه زن زندگی رو پیدا کنم. نه خیلی سخته. بگو من چینی بلدم. نی هاو. حالا شما اومد اینجا واسه ازدواج پیدا میشه به نظر. بالاخره آدم هر رابطه‌ای که میخواد شروع کنه یه 2% باید خوشش اومده اصلا حرفای ما رو نمیگه. دگرباو. اومده بودم یه که دقیقه زمان داری. تمام شد دیگه.
اشکال نداره. دوباره پرش میکنیم. دوباره پرش می‌کنی؟ آره دیگه. خب مثل من فکر نکنه پیدا کنی. جدی دارم میگم بهت. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم واقعا. خواهش میکنم دیگه تا همین حد توانم بود صحبت کنم باهات. دیگه حالا اگه دوست داشتی میتونی برگردونی باز صحبت کنیم. اگه دوست نداشتی که دیگه باز خودت میدونی. حرف خاصی که ندارم اون ان شاءالله که ببینیم چی میشه. آره دیگه ببینیم چی میشه دیگه. برای شروع خوب بود. حالا قربون ببینیم شما چی میشه. میشه. فدای شما. خسته نباشید. اصلا نه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلام، مرسی. شما چطوری؟ قربونت. خودتو معرفی میکنی؟ فراز موسوی ام، 18 سالمه، باریستا و آشپز بین‌المللی ام و اوه. پدر 19 تا گربه‌ام. ایول. توی 18 سال؟ 18 سال. آره. خوبه. بریم ببینیم چی میشه. بریم. سلام. سلام. خوبی شما؟ بله. جلسه. اونو خوبی شما؟ بله. چند سالتونه؟ 26. 26. بعد دانشگاه میرید؟ اسممو نمیپرسی؟ اسمتون حالا؟ میترا هستم. نه من الان شاغلم، تکنسین کاشتمان. بله بله. خب من یعنی از خودم بگم بله. شما چند سالتونه؟ یکم پایینم، 18. حالا یکم. این فقط یکمه. یکم مثلا میشه نمیدونم. مثلا میشه 18 دیگه. مثلا چی؟ نه 18 نه، خودم 18 ام، ولی مثلا 27 و 2 سال اونورو. آره زیاده، حالا دقت نمی‌کنم. 27 چی؟ داشتی چی میگم؟ نه میگم 27. خب بالاخره حالا 27 نه 26. 26. چه متولد چه ماهی؟ بهمن. یعنی الان تو امروز فردا باید بری مدرسه. من نه. یعنی مدرسه تمام کردی؟ نه. بله میرم. میری یا نمیری؟ آره میرم. بگو پدر مادرت میدونن اینجایی مشکل پدر مادرت میدونن اینجا اومدی دیت؟ آره. مشکلی ندارن عروسیشون 26 سالش باشه. سنی عدد امام درسته. لافه. آره. بعد چه ماهی؟ متولد چه ماهی هستین؟ من بهمنم. بهمن. چند بهمن؟ 23 بهمن. 23 میشه 7. خب آره. 31 تیر. خب ببین من الان سنتو در نظر نمیگیرم. این تایمی که داره میگذره سعی کن آره. صحبت کنی. من حالا قول میدم به سنت نگاهی نکنم. حالا سنی من اصلا عدد. باطن آدما خیلی برام باطن مهمه، آدم. شخصیتشون. درسته؟ آره. خب حالا شخصیت. بریم جلو ببینیم چه جوری میشه. آره. بعد منم کار میکردم این دوران، باریستا و بارتندر، در کنارش آشپز بین‌المللی ام. آفرین. آشپزی بین‌المللی؟ بگو تو مهد کودک؟ تو مهد کودک؟ نه مهد کودک نه، ولی حالا بنده خدا. چجوری به آدم اعتماد میکنی تو نگاه اول؟ نگاه اول که نه، ولی به هر من به یه مرد تو نگاه اول پسرایی که ببینم از خانواده‌هاشون حمایت میکنن خیلی برام سیفن. آره. احساس سیف بودن و امن بودن بهم دست میده. برای خودشون هدف دارن، پلن دارن، یعنی بیکار نیستن. میدونی برای زندگیشون هدف دارن، یه روتین ثابت رو طی نمیکنن. زرنگن، بچه زرنگ دوست دارم. بچه زرنگ. بله. یعنی سرش به تنش بیارزه یه جورایی. همین داره میگذره. حالا خودت بیشتر برام توضیح بده. خودم من همونجوری حمایت کردم. بگو پاشو را برو. پاشو را برو. همین الان پاشو را برو. تا حالا کسی حمایت کردی؟ حمایت آره. خانواده بالاخره حمایت میکنن. شما حمایت میکنین یا حمایت میشه حرف ازتون؟ نزن باش دیگه. حرف نزن در دیوار به نگاه. هر حال تا یه تایمی، تا یه سنی هم ازم حمایت میکنم، بعد از یه سنی دیگه باز حمایت میکنم، ولی تو باید این حمایت رو به دو طرفه بگو باشه پشت دیگه. کن بهش، پشت تو کن بهش. برگردونی. درسته. زحمتایی که می‌خوای من کشیدن الکی هدر نرفته. یعنی خودم سعی کردم تا جایی که تونستم خودم برسونم. ببین تا الان وایب خیلی خوبی بهم دادی. کلا خوشم آمد هم اینکه فعالی آشپز بین‌المللی کار می‌کنی. من آره پسرایی که از سن من خودم هم از سن کم اصلا در کنار درس کار می‌کردم. از اول دستم تو جیب خودم بوده، مستقل بودم. پسرای مستقلم خوشم میاد، کاری باشن، هدف داشته باشن. دیگه بیشتر خودت. اصالتا کجایی هستی؟ من ترک زنجانم. ترک زنجان. زنگان. شما کجایی؟ من اصالتا کرد. کردی.
کرد باشی. مهاباد. بسیار ممنون. تو چونی؟ منم باشم. منم باشم. چه شیرین. من از آنم اما قصب مکم. آره. از آنم کردی از آنم اما قصب مکم. کردی دزانی ولی قسم نکی. دزانم. کردی زور زبانی قاصره. شیرین قصر شیرین. قصر شیرین. کردی دانش. کردی تایم تموم شده. بگو خدافظ پاشو برو. بگو خدافظ پاشو برو. همینجوری تموم راندوم. شد. خدا نگهدار. تا دیداری بعد. خدا حافظ. خوشبخت شدم از آشناییت. آره همچنین. مرسی. سلام، خوبی؟ سلام مرسی. خودتو معرفی میکنی؟ بکتاشم 22 سالمه، کیش زندگی میکنم. رشته تحصیلیم هم دانشجو معماریه. اوکی. بریم ببینیم که چی پیش میره. آماده ای؟ اوکی آره. سلام. سلام. خوبی شما؟ بکتاشم. خب. بذار دیرتر آرومتر. عجله نیست. قانونه دیگه بعد واسه همه شرکت کننده. درست. چه خبر؟ عدالت برقرار. منتظری تموم شه. نه. سلامتی تو چه خبر؟ سلامتی. چیکارا میکنی؟ چی اومدم؟ معرفی نمیکنی؟ لحظه صبر کن آروم باش. من میترام. ببخشید. شما اسمت چیه؟ بکتاش. 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 تاش. آره. بکتاش. جان. یعنی خواستم تست کنم ببینم میاد یا نه. سانچه یعنی جان. چی بکتاش؟ یعنی اسم پادشاه ساسانی بوده. ساسانی. بله. کجایی هستی؟ یعنی اسم من اصالتا تهرانی ام ولی خب کیش بزرگ شدم، کیش زندگی میکنم. کیش زندگی میکنی؟ چرا خوشم اومد که گفتی من کیشوان نیستم. مثلا کیش نسبت این که مال هست. اوناست که جدید اومدن. آره. انشالله تشریف آوردین در خدمت. چند سالتونه؟ 26. 26. شما چند سالتونه؟ سن که عدد قاعدتا. خب چند سالته؟ قبول دارین دیگه؟ آره. اعتقاد دارین؟ خب من چند؟ 22. 22 سالته؟ آره. خدا. ریاکشن. خب سن که عدد گفت قبول داری شغلت چیه؟ قاعدتا. اصلا من کار میکنی یا دانشگاه کار میری؟ میکنم بله، واردات پوشاک، بعد از اون ور دانشگاه هم میرم، دانشجو معماری ام. دانشجوی معماری و دانشگاه حالا آزاد آره. تو کیش کار میکنی یا نه؟ آره کیش مغازه دارم. کیش مغازه داری. خب خیلی عمالی کار میکنی. شما چی؟ دانشگاه من تکنسین نه. کردیم؟ آره تکنسین کاشته مو. کاشتمون خیلی ایران و عالی. عراق کار میکنم. ایشالله کچل شدیم میایم پیشتون. حالا جا داری. آره یه اوکی. 2-3 سال دیگه مونده. حالا جا 22 داره. سالته. حالا مونده ایشالله تا تشریف آوردین کیش در خدمتتون هستیم. تشریف بیارم کیش که من همینجوری نمیام کیش. با قبلش میام خواستگاری؟ آره دیگه اصلا خب همینجوری پولش باشم شیرینه. بیام کیش. باشه. من که خب پسر شما دگر ما- باو با باشه. تور میام. با تور. دیگه تو عروسی ما. خب پس کی بیام؟ میای؟ آره تو چرا به نیام؟ خواستگاری. آره. نیام. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم واقعا. سخت پس عجیبه قصدت مگه؟ جدیه. آره 100%. اصلا اومدی زن پیدا کنی تو آره بعد. آره. پیدا نمیشه که. فقط اینجا. آخه 5 سال ازت بزرگترم. 5 6 تا گفتی 5 ربطی سال نداره. بزرگترم. گفتی تاثیر نداره. حالا خب. ادامه مکالماتت ببینم بله خب. این سن رو میتونم لحاظ نکنم یا نه. اگه تا الان خوشت اومده ازش پاتو عوض کن. آره چون مثلا فوق تیله یهو سبز میشه مشکی میشه. از آروم اینم میشه. خوشت اومد؟ دل نیست که دریاست ماشاءالله. بگو دگرباو هستی. من پسرای دگرباو خوشم میاد. من پسری گرباو خوشم میاد. شما گرباو جان؟ هستین. چی شده؟ خدا ازشون نگذره. از کی؟ از اونایی که گربه ها رو اذیت میکنن. پیش بگو اه گربه داره میاو. تموم شد بر نمیگردی؟ بله تموم شد. وقتمونم تموم شد. خوشحال شدم از صحبت باهاتون. خوشحال شدم. قربان شما. سلام، خوبی؟ سلام مرسی. خودتو معرفی میکنی؟ من احسانم، آرشیتکت و متولد 1360. بسیار عالی. دهه 60 هستی. بله. بریم ببینیم اولین دهه 60 تو برنامه‌ای که حالا الان شرکت کرده. بریم ببینیم چی پیش میاد. مرسی. سلام. سلام. خوب هستین؟ بله. با اجازهتون من اینو 5 دقیقه رو براتون فیکس کنم. آها خب شروع کنید. من شروع کنم؟ من لیدیز شروع فرست کنم؟ نیست. بفرمایید. اسمتون چیه؟ من احسان هستم. احسان. احسان هستین. بله. منم میترام.
خوشبخت. من کارشناس معماری هستم. بله. فوق کانستراکشن منیجمنت. انگلیس درس خوندم. چند سالی ایران کار ساخت و ساز میکنم. هم داری کار ساخت و ساز انجام میدین؟ بله. الان که نه ولی کلا. چرا الان انجام؟ نه این در حال حاضر نه، منظورم که این چند ساله دارم انجام میدم. توی فیلد کریپتو رمز ارزان کار میکنم. متاسفانه فقط من کارخونه دار دوست دارم. متاسفانه من فقط کارخونه دار دوست دارم. خب اگه حالا میایین با هم یه کارخونه یه چیزی احداث کنیم اوکیه. کارخونه چی؟ آجر. فرق نمیکنه، تا دست دکمه. تو بگو فقط هر چیزی مهم نیست. با ساختمون باشه اوکی. ساختمون هم البته اوکی، اما شرکت ساختمون سازی میتونیم با هم دیگه بزنیم. نظرتون چیه؟ خوبه. اوکیه؟ هم دکمه بزنم آجر. خودت بگو. چی بگم؟ شما چند بپرسید. سالته؟ من متولد 60م. درسته. دیگه چه تایپ دختری دوست دارین؟ تایپ دختری که ترجیحاً ساده. الان نظرتون من سادم یا نه؟ تقریبا. تقریبا. نفر بعد. خب دوستانه باشه، بتونم باش راحت باشم. خاکی باشه. آره. هر دیگه کلا دو آدم وایب هم دیگه رو وایب طرفتو بگی. بگو من با ده 60 خیلی خوب میسازم. اصلا منم با ده 60 کلا خیلی یه رابطه رفاقتی خیلی بیشتری دارم تا با ده های دیگه. شما خودتون ده 70 بله 77 من. خوشبخت. اصالتا کجا هستین؟ من کرد هستیم. کرد هستین؟ بله. کردی از منم قصب مکم. من کردی میفهمم، نمیتونم ولی جواب بدم. منم همونم دیگه، من اونو گفتم. بگو که چه چیزی رو تو زندگی بیشتر از همه دوست داری، بعد داره توضیح میده شروع کن تخمه خوردن. چه کارهایی تو زندگی دوست داری انجام بدی؟ به جز کار خودم، یعنی اوقات فراغت اوقات فراغت چیکار میکنی؟ آره کلا خیلی سفر دوست دارم، مثلا کمپینگ و اینا. مرسی. برو جون من. خب آفرود باز یعنی؟ آفرود باز که آره تقریبا. منم خوراکم ولی من بگو پوست بکن. موز که نیست، تخمه است. پوست بکن یعنی چی؟ یه ورزش رو خیلی دوست دارم. درسته. یعنی جزو روتینمه. و فیلم، ویدیو گیم، موزیک، انیمه. کارتون روتینه یعنی هر روز کار میکنی؟ نه مثلا بهتون پروژه بخوره؟ نه بیشتر پروژه خودم تا الان خیلی وایب تو گرفتم. ببین تا الان خیلی وایب گرفتم ازت، وایب خوبی ازت گرفتم، ولی یه دقیقه مونده. خودت تو همین یه دقیقه ثابت کن. خیلی من دارم بزن بعد خود آب شد. نه با هیچی بهش نگو، بذار حرف بزنه دیگه. صحبت کن. نظرتونه؟ صحبت کن کم صحبت کن. تخمه داره. من دارم ازت میکشم بیرون. بخور تو هم. خب نکنه اصلا میشه تخمه میخوری. یعنی اوکی میکنم، میخورم وایب خوبی بهم میده. خب شما چی؟ روتین زندگی، هدفی؟ دهنو عشب شد. خب با. من این تایم رو تجدید میکنم که بیشتر با هم صحبت کنیم. خب اگه تایپته با روسریت ور برو. روتین زندگی من شاغلم. کارخونه دار نیست دیگه. میرم ایران، یعنی میرم عراق و میام و حالا میام ایران رست میکنم و حالا کیسای خودم رو انجام میدم و ورزش روتینمه، ولی نه در حد حرفه‌ای، در حد سلامتی. دیگه روتین دیگم کمپ با چادر، مسافرت میرم، بازارگردی میرم، اینا روتینمه. من خرید روتینمه کلا. حال میکنم، عشق میکنم با خرید کردن. دیگه بگو من دوست ندارم مرد لاغر باشه، مثلا دوست دارم گنده تر از خودم باشه. شما یکم به نظرم باید رو بدنسازیتون کار کنید. نه نگوی. یارو میره شما گریه ورزش میکنه. انجام میدی؟ نه. یعنی تو بچگی من ورزش زیاد میکردم ولی خب الان من کلا دوست دارم مرد ازم گنده تر باشه. حالا شما یکم باید بیشتر خودتون حجم بگیرید. بیشتر حجم بگیرم. الان 100 خورده ایم بیشتر باشه. آره دیگه حجمتون هم بیشتر. با کت. اینا اپل نیست، اینا شونه است. اینا بازیه، حالا زیر دیده نمیشه. از اون نظر فکر نکنم. حیف که نمیتونم فیگور بگیرم. خدا بکشه. اومدیم شوهرش بدیم.
شخصیت من یا کلا خود من تایپ شما بودم یا نه؟ شخصیتتون حالا تو 5 دقیقه خیلی شخصیتتون داری فکر نمی‌فهمم. میکنی یا نفر بعد؟ یه نفر بیشتر نمونده یه نفر در جریانی ها؟ دیگه ما با هم بودیم دیگه. خوشت اومده و عزاز بدیم. خب خب بگی شما از توش من طرف بپرس. مقابلت علاوه شخصیتی علاوه حالا اولویت شخصیت. ظاهریه بیشتر یا شخصیتیه؟ اول من آدم ظاهر بینی هستم. یعنی خیلی تاثیر میذاره. بعدش ظاهرتون خیلی اوکیه. آره ظاهر شما خب خدا رو شکر اوکیه. بعدش خب میرسه به شخصیت که اگه اوکی نباشه خب طرف کنسل دیگه. شخصیتش هم حامی باشه، وفادار باشه، آدم پرایوتی باشه، سیف باشه برام و بتونم پیش کسی که اگه پیش کسی بتونم خود واقعیم باشم من دیگه واقعا و بخندونتم مثلا نصف راه رفته. دل میبندم سریع عاشق میشم. اصولا همینه دیگه. اینا نباید میگفتم فکر کنم وای. حالا یعنی بخندون. 10 ثانیه وقت داری من یه رو جوک بگو بخندون. یه جوک بدو 10 9 8 7 جوک تموم شد. یه بازو بگیر ببینم. فیگور آزاده؟ فیگور آزاده. خب خدا نگهدار. خدا نگهدار. با امید دیدار. همچنین تخمارم پوستاشو آجی ببخشید ولی رید بهش نه اینو اصلا نبودم. خیلی دلم برش واقعا. احسان اگه اینو داری میبینی ببخشید جدی. چقدر تعریف میکنی ازش؟ همش داری تعریف بابا میکنی. دلش داره میشکنه بنده خدا رو 1000 بار رست کرد. قرار آخر من جاش بفهمه بودم مادری گریه میگی. میکردم. تو همیشه گریه میکنی. سلام چطوری؟ سلام مرسی. خوبی؟ مرسی متشکرم. خودتو معرفی میکنی؟ الکس مهرابی هم متولد 1378 شهریورش و اینکه دارم از سال 97 مدلینگ کار میکنم. بسیار عالی. بریم برای برنامه. فکر میکنی که چی میشه؟ نمیدونم خدا میدونه. اوکی خدا. سلام. خب من اینو با اجازه اول بچرخونم. چطوری؟ چطوری؟ خوبم. چه خبر؟ سلامتی. اسمت چیه؟ من الکسم. شما اسمت چیه؟ الکس. الکسی؟ پدرتون آمریکایی هستن؟ نه نیک نیممه. نیک نیمتونه. منم میترا ولی تو شناسنامه اقدسم. اقدس؟ چرا اینجوری میکنی؟ خب قشنگه. اونم- اقدس هم قشنگه دیگه. اونم این اقدس. خب خوبه دیگه. من با چی اقدس گفتم؟ مشکل داری شد. نه شما میداری خیلی چیزی. چه خبرها دیگه؟ متولد چندی؟ من 77م. شما متولد چندی؟ من 78م. چه ماهی شما؟ یعنی 90% مخاطبین من کوچیک‌تر بودن امروز. من بهمنم. سن که عدده. حالا ببینیم تو این 5 دقیقه به شما بیشتر میخوره. ولی به شما بیشتر میخوره. چند میخوره؟ 72 مثلا 4. زندگی پیرم کرده دیگه. مدل سیبیلتون هم خوبه مردون است. خاطر اون فکر خوشتون کنم. اومد؟ آره من این مدل رو دوست دارم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. چیزه ایتالیاییه؟ میشه گفت ایتالیایی. سنم شغلتون که چیه؟ گفتم، سنم مدلینگه. البته یه سری کارهای دیگه هم میکنم. ولی شما کارت چیه؟ من تکنسین کاشت موام. آها. کاشت ما انجام میدی. فقط کلا کارتون همینه نه؟ شغل اصلی من حالا در کنارش تو اینستاگرام فعالیت میکنم ولی شغلم نیست اون برای فانه. شغل اصلیم کاشت موه درست. بعد ملکاتون چیه واسه رابطه؟ ملاکام از لحاظ ظاهری یا از لحاظ اخلاقی؟ نه ظاهری نه اخلاقی. اون چیزی که بیسیک یه رابطه است رو میخوام بدونم. بخندونتم اولا. اگه داستان که خندیدن باشه آره که بخندم که اصلا نصف راه رفته. بعدش شما بخندی من تا ته راه رفتم. خب بخندون ببینم. حالا بذار صحبتامون رو نه، الان بکنیم یه به جوک وقتش بگو. بخندیم. از لحاظ اخلاقی باید حامی باشه، وفادار باشه، صادق باشه. خرجم کنه. 100% خب باید خرجم بکنه دیگه مرد. درست. و اینکه الان ببین این یه تیکه رو برمیدارن خب کاتش میکنن سیاه‌سفید میکنن و میزنن من زانم و خدای خب دختران پول برس سرزمینم. منو به من نگاه کن. اشلی منو با. الکس منو با.
الان نگاه ببین کسی رو دوست داشته باشه واقعا نمیگه در حدش. من اینو نمیفهمم یعنی چی در حدش. من نه بیشتر توضیح نظر میدی. من نباید خیلی زیاده روی کنی توی موضوعی. آب بخور، اینکه تا بهش نمی‌تونم بگم. مثلا روزی نیده یه دختر رو که بابا باش نیده با من بخواد ببینه. من اولا ممکنه یه دختر با باباش ندیده باشه ولی خودش کار کرده باشه و همه چی رو دیده باشه. این ممکنه اصلا که بحثش مستقل بگم. بودن. مثلا آره مستقلم باشه ولی مثلا من به عنوان یه دختر مستقل از طرفم انتظار دارم. چون ببین من حالا مثلا مثال بگم میرم یه عطر رو بخرم شما نیستی پیشم. زنگ نمیزنم بگم من میخوام این عطر رو بخرم برای من پول بزن. خودم پولشو دارم میدم. ولی وقتی شما در کنار من حضور داری و اینطوری باشه که من بخوام اون عطر رو حساب کنم من حضور شما رو حس نمی‌کنم. من باید حس کنم شما پشت منی میدونی این حس تکیه‌گاه بودن از شما باید بگیرم. خیلی مرد بودن. من خیلی احساس کردم خیلی جاها مرد بودم. دلم میخواد کناری که باشم که احساس کنم دیگه زنونگی داشته باشم. فقط من بحث خرج کردن نیست خیلی رفتارهای دیگه توجه کردن. اعصاب شکم فشار من دست میکنه. الیسه میترا رد فلک‌های رابطه چیه؟ من آره. دوست دارم دوست دخترم مثل مامانم باشه. مادر باشه برات آره. یعنی؟ یه جوری حمایتم کنه. یه جوری حمایت نه از مثلا از لوازم چیزایی که فکر می‌کنی. مثلا دوست دارم اگه دارم کار غلطی انجام میدم. یه لحظه من متوجه نشدم. دوباره میگی؟ زانو تو محکم میزنی به میز میگه الکس منو باخت. مهدی میخواد یه چی توضیح بده زن تو میاره جلو چشه. وسط حرفش سریع پاتو بزن زانو تو بزن به میز. اشغال باشه. خب من باخت. بذار اینه. من کریج بود. من نباخت. من نباخت. بابا این چیه؟ من باشم میخوان؟ وایسا نه منو باخت. بیرون عوض میکنم. من انتظار ندارم که حالا پارتنرم کاملا مثل پدر رفتار کنه. نه حالا نمیخوام ولی- صرفا مثلا دختر بیاد که همون جوری مثل مامان باشه ولی خوبه از بعد یه موقعی دارم اشتباه میکنم چون فکر میکنم دخترها زودتر از ما آره، به درسته. بلوغ میرسن و سطح انرژیشون خیلی بالاتره دیگه نسبت به پسر. آها اینم تموم شده. گرم صحبت بودیم. من یه چند دقیقه اینو تمدید میکنم. خب خب خمیازه مثلا بکش، مثلا تکیه بده چون به شما صندلی دختر بخواب. سطح انرژیتون خیلی بالاتره خیلی بیشتر زودتر به بلوغ رسیدین بیشتر میفهمین و همه اینا. خوابت گرفت؟ ببخشید من خیلی خستم از 6 صبح اومدیم اینجا. خب داشتی میگفتی کاملا حقو بهت میدم. مثلا دختر باید راهنمایی کنه طرفش و پارتنرش رو. درست میگی چیزی که میگه کاملا درست. حرفم خوابت از حرفای من خوابت گرفت؟ نه بابا میگم از صبح خسته بودم یهو چشم رفت. آها چشتون رفت. دانستون هم خوب بلدی. دانس مگه دانس نمیکنم. دانس نمی‌کنید ولی حالا بیشتر خودت بگو. بیشتر از چی دوست داری بشنوی تا من واسط بگم؟ تو سوال بپرس من جواب میدم. ناراحت شدی خوابیدم؟ نه چیز عادیه دیدم از این حرکت‌ها. خب کاش 5 دقیقه بیشتر نمیگه همینجوری حرف نداشتم بزنن با هم. بگم پاشو دور صندلی بچرخه؟ پاشو دور صندلی بچرخ همین الان. شش سلطان نباشه بهتر. خب دیگه بیشتر خودت بگو. دورش از پشتش رد شو دور بزن دور میز و صندلی. من از لحاظ استایل دوست دارم پسر اولا کژوال باشه بعد خرمایی دوست دارم قد بلند دوست دارم. نمیگه چی شده. آدم ظاهربینی هستم ولی در مقابل تایپ و شخصیت یعنی ببینم تایپ شخصیتش بهم نمیخوره اینا کنسل میکنه اصلا دیگه اینا برام مهم نیست. یعنی میخوام بهت بگم آدم ظاهربینی هستم ولی ظاهر تو همون نگاه اول آره دیگه نگاه یه اول خورده بعدش دیگه تایپ برام مهمه. یه خورده باش میری تو سر قرار و دیت و اینجور چیزا دیگه. ببخشید حالا من زیاد بلند میشم چون تدریس زیاد میکنم و اینا مجبورم. استاد دانشگاهی؟ نه استاد دانشگاه نیستم برای کارم کلاس میذارم و تدریس دارم. میشه واسه منم یه کلاس بذاری؟ کلاس چی؟ یه کلاس دیگه دوست دارم مثلا 1 ساعت تراپی کنم اگه بلدی. به نظرتون من میتونم تراپیست خوبی باشم براتون؟ ممکنه واسه 9 نفر دیگه اصلا خوب دوست نباشه. داری کجا تراپی داشته باشیم با هم؟ میخند؟ بیرون. 100% اون که 100% مثلا نه خب منم حالیمه نمیگم همون قرار اول بیا خونم. حتما آره اون بیرون. که اصلا بهش فکرم نمیشه کرد. مشکلی نداره میتونم آره یه وقت بهت میدم ببینیم از مشکلاتت بهم بگی. پس شماره‌مو اگه دوست داری بزن. یه میس بنداز.
تراپی. این هفته. آره تراپی. اوکی مشکلی نداره با هماهنگ میشه. بگو خواننده مورد علاقت کیه؟ خواننده مورد علاقت کیه؟ کامران هومن. کامران هومن. نه من خواننده از تو چه سبکی؟ پاپ مثلا یا کلا چه سبک موزیکی گوش میدی؟ من همه چی گوش میدم. من ابی گوش میدم، داریوش گوش میدم، داریوش تبهکار گوش میدم. الکترونیک گوش میدی؟ الکترونیک نه زیاد تو. بگو منم کلا تو فاز ماکان بند و بهنام بانی و اینا. منم کلا تو فاز ماکان بند و بهنام بانی و اینا. مکان بند. مکامل مگه چشه؟ بگو مگه چشه ماکان بند؟ چشه واقعا؟ مگه بده؟ هر کسی استایل و سلیقه شخصی خودشو داره. شما حالا نمیتونی من میخوام- عوض کنی. من که آقا. نمیخوام عوضت کنم، میخوام یه سری چیزا رو مثلا باهات آشنا بشی. باشون با همه چی آشنا بشی. آشنا شدم. اینا انتخابای منه. میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. دیگه داره. دیگه وقتت هم تموم شد. موندن به امری خیارو. یارو چرا بنده خود؟ حالا جلسه تراپی رو با هم صحبت میکنیم. پس شماره‌مو بزن. آخه وقت تموم شد، حالا با هم هماهنگ میشیم. شماره‌مو بزن. دستور نده به من. با هم هماهنگ میشیم دیگه. الان ضبطه یا نه؟ شماره‌مو بزن. چرا تهدید میکنی منو؟ خب جلسه تراپی با هم هماهنگ میشیم. فکر کنم شماره‌مو دارم بزن. اصلا پیج. شماره. من از تهدیدات خوشم نمیاد. خدافظ. خب خب این تایم تموم شده. من حالا فعلا خیلی برم. عجله داری؟ نه دیگه برنامه دیگه باید برم دیگه. برنامه تموم شده. من دیگه دارم از تو میترسم. خدافظ. خوشحال شدم ولی منم همینطور. تا قبلش اینجوری بود که آره من اوکی همه چی ماکان بند. مکامل بشه؟ آره اینجوری شد ماکان بند. بابا شدم تو ده مکامل بند. اینجا ماکان. من شوک شدن حالا همه. کدومش البته نمیتونم ول کنم. بذار بعداً قرار. کدومش رو دوست داشتی؟ حالا نه مهد کودک بود. نصفشون که من کوچیک‌تر بودن. فقط یکم یه نفر اونی که من بزرگتر بودن ما پروندیم دیگه. الان کیا بزنه؟ نمیشه دو نفر انتخاب کنم رقابت کنن با هم. خیلی دوست دارم. عشقم مگه اینجا عشقم. خب کیا رو از بین این 5 نفر کیا رو ببین فعلا مد اونی نظر که مطمئنم که فراز دهه 60 هستش. بود کی بود اسمش؟ چی؟ دهه 60 کی بود؟ اه، با فرازو گفتم خوشم احسان. اومد. حالا چشش احسان واقعا چشش بچه آبی خوبیه. بود فراز. اون بابا حمیده. اون حمیته. من اسمشون هم قاطی کردم. 5 نفر تا حالا با هم فراز فراز 18 بودن است. با. 18 ساله است. فراز آره. بگردم من. واو. خیلی خیلی پسر دوستش خیلی دارم. خوبیه بچه ولی خوبیه. کوچولوه. خب من بابا 8 سال ازش بزرگترم. چی میگی؟ وا چه فرقی داره من بابای من دارم 10 سال اختلاف سن. مامان 10 سال بزرگتره؟ نه خب کی انتخاب کنم به شما باید نظرتون؟ بگین اما آخه من به در من باشه شستی که اصلا ببین. من ترجیح میدم سینگل باشم. اولین نفر حمید همین چش رنگیه. چشنگی. فراز خوبی بود خیلی باش ولی کانورسیشن نداشتم. خب میتونی الان داشته باشی اگه انتخابش کنی. خب دومی فراز بود کوچولوه. خب سومی بکتاش بود. بکتاش بود. کیشونده. آها کیشمن. خب چهارمی پسرای احسان بود. کیشمن واقعا سیف نیستم. خب اوکی. چهارمی حالا احسان ده بعضیاشون. شصتیه بود. ده 60 احسان پنجمی هم الکس بود. الکس برام. دگرباو. گرباو گرباو کدومشون گرباو تر بود. ماکان بند الکس فنمون. داشت دیگه آخرش منو تهدید جوارمو میزنی یا یاره سر دو اصلا به ببرم. هم ریخی و گفتی ماکان بند. ماکان بند از الکترونیک رفتی ماکان بند. خب اه، انتخاب به هر حال برای یکی آب نمک بدیم الان. میشه کم فکر کنم حالا بذار فکر کن تو شاید بگم. تکی بهم میگی. ولی خب از بین آره. اینا فعلا به کدومو بزنید به دلت نشسته. به دلم نشسته. آدمای خوبی بودن همه. اونی که بین اینا نبود. اونی که کارخونه داره و بین انسان‌های اینا شریفی بودن همشون. باید Of فکر course. کنم. قطعا که ما آدمای خوبی رو ازا میگیم. میدونی چقدر تایم گذاشتیم انتخابشون کردیم؟ واقعا آدمای خیلی آدم خوبی بودن. تو بگو. حالا آدمای این که خیلی آدمای خوبی بودن. واقعا شخصیتشون خیلی اوکی بود. آف کورس مگه ما of گفتیم course. بی شخصیتن. آف کورس که آدمای خیلی خوبی باید در مقابل من عزیزم بشینم و صحبت کنم. خب رسیدیم به پلن مشخص کردن انتخاب میترا. به نظرتون اول از همه کی انتخاب شده؟ من خودم هیچ حدسی نمیتونم بزنم واسه بگم.
بکنم هیچ کی نمیتونه حدس بزنه. آره. توی یکی از این لیوان آب نمکه و قراره یکیتون نمکگیر بشه این وسط. منظور بود تو نمیخندی. خب اکتایی که دیدین همش از طرف خود میترا نبود، مثل راه رفتنش، خمیازه کشیدنش، تخمه خوردنش، اینا دگرباوش گردن ما بود. اگه جایی ناراحت شدین یا بهتون برخورد از طرف خودم و وینی عذرخواهی میکنم چون تقصیر ما بود. و آبتون رو بنوشید ببینین کی انتخاب شده. آماده این؟ 1 2 3. ایشالا که درست شد کردیم. حتی مالکی شوره؟ درست شد بایی کی بود؟ خب اوکی، برای الکس جان شور بود. دوستان مرسی که تا اینجا همراهمون بودید و یه دست بزنید. الان من نمکی شدم. آره رفتی تو نمک. خب میترا حرف نهاییت. حرف نهایی. خب راستش تو 5 دقیقه نمیشه کسی رو شناخت و حالا شخصیتش رو درک کرد، ولی من حالا وایب الکس و احسان رو بیشتر گرفتم و کلامون رو بیشتر دوست داشتم. احسان رو دلیل رد کردنم این بودش که خب 17 سال اختلاف سن داریم و خب برای مهمه این قضیه. الکس هم خیلی اذیتش کردم نسبت به همه، خوابیدم و اصلا تصمیم گرفتم یه بار دیگه بیارمش بالا که با هم بیشتر صحبت کنیم ببینم چی میشه. خب هنوز فکر کنم شوری نمک زیر زبون الکس تا میتونستیم نمک ریختیم. خب الکس جان نمکگیر شدی. خوشگلی. همین. نه دختر خوشگلیه، منم خوشم اومده، منتها به شرطی که ماکان بند و بهنام بانی گوش نده. بچه‌ها نصف برنامه فان بود، اصلا بچه‌ها گفتن من بگم. مگه ماکان بند چشه؟ وگرنه من چرا با وسط دیت بخوابم؟ واقعا چرا باید بخوابم؟ حالا نه واقعا میترا دختر خیلی خوبه. آره عاقلی بود. خودت دختر خوبی هم میدونم. اوکی مرسی تو این برنامه شرکت کردین. یه خداحافظی به دوربین ما نشون میدین. خداحافظ. کم بازوق باش. باشه خداحافظ. دعوتی به برنامه اوکی 3 2 1 بهت میخوره گل فروش باشی. نه نگو اینو، نگو اینو. چرا هول میکنی؟ آروم بگو. همیشه دوست داشتم شکیرا باشم. لله بهش بگو چشات سگ داره. نه تو نمیگه. آخه چیز بد داری میگی چشات سگ داره. ببین خیلی داری حرف میزنی، نباید اینقدر بپری وسطش. باید رشته سخ میگی. ببخشید رشته سخ این رشته سخ بگو چشات سگ داره. خب معلومه نمیگه. ببین یارو تکنسین کاشمو نمیاد بگه مریضاش قراره ببینن، نمیگه چشات سگ داره. میگه چی بابا؟ اودو موش بخوای شما رو. ولی اینا موش نمیتونه بخوره، خیلی بودارم. بگو من برام روح مهمه، شخصیت مهمه، برام شخصیت مهمه. ببین تایم تمام شد بگو دیدی تایممون تیک تیکش رفت. گذشت تیک تیکش. بابا پاتو محکم بزن به میز بگو اشلی من نه الکس من باخ. دستاتو بعد اینکه پاهاتو محکم بزن از زیر به میز. بعد اینکه آبو خوردی پاتو محکم رو زمین بزن. بنویس رو زمین چرا؟ بزن به میز. بزن به میز بگو الکس من باخ. چرا نخوابی؟ چرا انقدر نادیدم میگیره؟ مثل اکساته.
اوکی. داریوش تبکن بزن نده. چقدر تو ادیت دهنت قرار سرویس چه سر ما. نصفشو باید کات کنی.